سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. من همه دوستان و مردم تاجیکستان را به نوروز خجسته تبریک و تهنیت گفته و تمام مردم تاجیکستان تنی صحت سربلندی خواهانم. ما امروز به نوروز خجسته تورت سنیکرز تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 200 گرم آرد، 6 دانه تخم، 2 قاشق کاکائو، 200 گرم شکر، 10 گرم رزرخلیتیل. برای کریمش باشد 2 تا مساله، وریانکا، شکلات و ارخیز برای آرایشش. ما در اول کمتر سفیدی تخم را لد میزنیم با میکسر. ما 2-3 دقیقه سفیدی تخم را لد زدیم و اکنون شکر را همراه میکنیم. من تا سفید شدنش لد زدم. اینگونه سخت می شود و اکنون کم کم زردی تخم را همراه میکنیم. من همه زردی های تخم را هم همراه کردم و اکنون آرد، رزرخلیتیل و کاکائو را همراه کرده میگذرانیم ایلا به بالای تخممان. همش را به میکسر آمیخته میکنیم. من آرد را هم همراه کردم. بیسکویت من برای باید تخم نکردنش من 1 قاشق آب گرم میریزم. خمیر را به قالب میریزیم. قالبی من 25 سانتی متر می باشد. کمتر می جنبونیم تا همه جای قالب را خمیر گیرد. کنون به حرارت 170 گرادوس و مدت 35-40 دقیقه به تفتان میگذاریم. ما تا پختن بیسکویتمان ارخیز را میده میکنیم. ارخیز من 350 گرم و کمتر برای آرایشش جدا میکنیم. و اکنون با بلندر میده میکنیم. شما میتونید با کارد میده کنید یا همین کلانش را هم کنید، میشود برای درونی بیسکویتمان. من ارخیز را کوفتم و اکنون نیم تای وریانکا را همراه میکنم. ارخیز را با وریانکا آمیخته میکنیم. من ارخیز را با وریانکا همراه کرده آمیخته کردم و اکنون کرم تیار میکنیم. من مساله 72% گرفتم. بسیار مسالهش برای کرم خوب تیار میشود و با لذت است. و اکنون کرم مساله ما باید ملایم باشد در حرارت خانه. من مساله و نیم تای وریانکا را همراه کردم و اکنون با میکسر لد میزنم 5-6 دقیقه. ما هم سخت تیار شد. بیسکویت های ما هم تیار شد. ما با چوبچه میبینیم درونش تیار شده است یا که نه. تماما به چوبچه نچسبید، حتما تیار شده است. و چقدر تیار شده است دیگه بیسکویتی ما. مدتی 20-25 دقیقه نگاه می‌داریم تا که خنک شود. من الکای بیسکویت ها را تقسیم کردم و اکنون با وریانکا کمتر آب گرم ریختم و بالای بیسکویت می‌ریزیم. و اکنون بیسکویت را کریم می‌کنیم.
اکنون ارخیس را به بالای کریممان میاندازیم و دوم قبطی بیسکویتمان را میپوشیم. من تارت را کریم کردم و اکنون شکلات میریزیم برویش. من شکلات را در میکروویووفک با 2 قاشق روغن رستنی بیبو آب کردم. اکنون به بالای تارتمان میریزیم. اکنون آرام میدهیم. اکنون کمتر سنیکرز میگذاریم به هر جای تارتمان. من تارت را آرا دادم و مدتی 4-5 ساعت به یخدان میگذارم. تارتی ما هم در یخدان دم گرفت و اکنون درونی تارتمان را میبینیم چگونه تیار شده است. چگونه میبینید تارت ما هم تیار شده است. تارت ما هم تیار شده است. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.